روز 9 می در حالی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو گشتی نظامی را به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم آلمان سروری میکرد، نظامیان روسیه حمله به شهر و ناحیه‌های مختلف اوکراین را ادامه دادند. پوتین با اشاره به تجاوز کشورش به خاک اوکراین تاکید کرد که عملیات نظامی یگانه عمل درست و ضربه پیشگیری کننده بود. آنها آشکارا عملیات تعقیب در دونباس و تجاوز به زمین‌های تاریخی ما و از جمله کریم را شروع کرده بودند. با نوشته خبرگزاری ها روسیه میخواست تا روز 9 می که در این کشور همچون روز غلبه بر فاشیسم آلمان جشن گرفته می شود، پیروزی را در ماریوپول اعلان کند، ولی ایستادگی سربازان اوکراینی به این برنامه مانع شد. تخمینا 2000 نظامی قسم حربی آزوف با استفاده از تخمانه های سرشمار این کارخانه تولید پولاد با موفقیت حمله های نیروهای روسیه را شکست دادند. آنها تاکید کردند که تا آخر به نیروی تجاوزگر تسلیم نخواهند شد. روز یکشنبه منصبداران اوکراین و روسیه تصدیق کردند که اخراج مردم ملکی از کارخانه آزوفستال پایان یافت. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که کاروان اتوبوس‌ها با بیشتر از 170 فرد ملکی ماریوپول که 40 نفرشان از آزوفستال خارج شده بودند به منطقه زاپاروژیه رسید. همچنان 8 می پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیام به مناسبت غلبه بر فاشیسم گفت که عمل امروزه نیروهای روسیه به اقدام‌های ناتسیستان در سالهای جنگ دوم جهانی مانندی دارد. به همین زودی ها در اوکراین 2 روز غلبه جشن گرفته می شود و کسی از این جشن محروم خواهد شد. در گذشته پیروز شده بودیم، حاضر هم غالب می شویم و در میدان کرشاتکی کیف گشت پیروزی اوکراین برپا خواهد شد. زلنسکی در پیامی بر رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف با نام گروه G7 ابراز داشت که بر اثر بمباران مکتب در ولایت لوهانسک تخمینا 60 پناهنده کشته شدند. او روسیه را در تجاوز حربی به کشور صاحب استقلال گناهکار کرد.